با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. میخواستم نحوه برش پارچه های مخور یا کار شده رو براتون آموزش بدم. برای این کار ابتدا مرکز جلو رو که مشخص میکنیم، از چپی پارچه داریم مشخص میکنیم. خود پارچه های مخور یه علامتی به این شکل داره. سپس اونو ادامه میدیم، میبینیم یه طرحی ابتدای پارچه وسط پارچه مخور با بقیه فرق داره تقریبا. ما اونو قرینه میذاریم و دو طرف پارچه که طرحش رو نگاه کنید، الان این وسطش یه دایره هستش و قسمت پشتش دوباره این خط رو میبینیم. پس این خط دایره میشه وسط و اینا میشن قرینه. ما اینو از ابتدا تا انتهای جایی که کار شده و بلندی لباس هسته رو میایم سنجاق میزنیم و سپس الگو رو میذاریم. حالا الگو هم بذارم. الان نگاه کنید، من الگو رو گذاشتم. میخوام یه نکته ای رو بگم. اینجا بازی یقه رو میبینید. اگر من بخوام تمام این رو به عنوان بازی یقه بذارم و اینجا سرشونه قرار بگیره، یه لباس یقه خیلی گشادی رو به من میده. من میام چیکار میکنم؟ روی الگو مقدار بازی یقه رو که میخوام از طوق گردن مشخص باز باشه رو علامت میذارم. الان من 8 سانت علامت زدم، اینجا میشه. من این نقطه رو میذارم کجا؟ نقطه انتهای یقه در روی پارچه و اینو میذارم. به این صورت قرار میگیره. میبینید الان سرشانه من اون سرشانه نیست، یه کجی داره. این کجیه باعث میشه که لباس من زیبا باشه. حالا میبینید محل ساسون هم دیده میشه. ببینید تا پایین الگو کامل اندازه قد کشیدم، چون خود مخورها بلند کار میشن. برای آدمای قد بلند هستش. شما به خاطر اینکه پارچه اسراف نشه و بتونی قطعاتش رو زیباتر انجام بدین، الگو رو کامل قد میکشین و بدین وسیله لباس رو برش بزنین. با امید موفقیت های همه دوستان.